الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ خوب هستی انشاءالله؟ الحمدلله خوب هستیم. بارک الله فیک. اهلا و سهلا. شیخ درباره همین سخن آخر شما خیلی فتنه شده بین موحدین، انشاءالله این روشنی کنید. بعضی میگن دروس شیخ گوش نکنید، شیخ عقیدهش خوب نیست. بارک الله فیکم. ببینید الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محمد. الف لام میم. آیا شما میپندارید گمان میکنید که وقتی که شما گفتید که من مسلمانم ما شما رو نمیسنجیم؟ حتما شما رو میسنجیم تا که صادقین و کاذبین رو فهمیم. از این آیت که ما تلاوت کردیم خلاصه همین است که فتنه تا روز قیامت هست، فتنه می شود، لیکن ما موحدین مسلمان ها به فتنه معامله کردن رو باید یاد بگیریم. افسوس که امروز بسیار برادران ما، بسیار خواهران ما به فتنه معامله کردن رو نمی آموزند. کتاب های مخصوص نوشته شده علما معامله با فتنه، چگونه به فتنه معامله کنیم، در زمان فتنه سخنهای علما رو، طالب علم ها رو چخیل فهمیم و غیره و غیره. در زمان سلف فتنه به وقوع پیوست. امام بخاری که امروز تمام عالم رحمه الله میگه میخواهد که مثل امام بخاری شود، از سبب فتنه 4 سال تنها غریب بیچاره زندگی کردن در بیرون از سمرقند. در آخر 1 ماه در ماه مبارک رمضان دعا کردند که ای الله اللهم ضاقت علی الارض بما رحبت فخذنی الیک، من نزدت بگیر زمین و آسمان به من تنگ شد. امام بخاری تنها مانده باشد، سخن امام بخاری را گوش کردن در همون زمانشون حرام گفته باشد، امام بخاری به طعنه تهمت شده باشد، یک سخن امام بخاری را خطا فهمیدند، یک سخن حق امام بخاری را خطا فهمیده، امام بخاری را طعنه زده، امام بخاری را بالاخره تنها یکتا 4 سال یگان کس از ایشون درس نگرفته وفات کردن، لیکن نام امام بخاری زنده است. محمد ابن عبدالبر یا که بگیم ابن بطه رحمه الله در زمان خودشون وقتی که سخن حق گفتند درسهاشون من شد، کتابهاشون من شد، فرار کردن در خانه برادرشون خواهرشون، در خانه خواهرشون تنها بیکس و بیکو وفات کردند. حتی ابن بطه رحمه الله را صاحب کتاب ابانت الکبری و صغرا را به قبرستان مسلمان ها گور کردن، به علاج شرایط نشد، خواهر بیچاره شون همون در حولیشون زمین کم کم کوفتند و برادرشون گور کردند. الله المستعان. این بود علمای حقگو، علمایی که غیر از رضاگی الله سبحانه و تعالی دیگر رضاگی نه جماعت، نه گروه، نه حکومت، نه دولت رو میکنه. پس من چی انتظار شوم؟ منی حقیر، منی عاجز، منی بیعلم. امام بخاری کجا از خاک پایش شوم؟ ابن بطه کجا است که خاک پایش شوم؟ در این زمان فتنه، در این زمان جهل، در این زمان فساد من چی انتظار شوم؟ از این جوانها، از این جهلا من چی انتظار شوم؟